الله متعال میگه من بالا کردم کوی توی را. اول کسی اسلام نپذیره، اگر پذیرفت حال التزام به اعمال و احکام اسلام باید داشته باشه. در دین ما مطور است. پس از اینکه کسی اسلام پذیرفت حال جبران سرش نماز، جهاد، هر چیز به جبر سرش میتونه. بنی اسرائیل الله متعال میتر کوی توی را بالا کرد، سرشان میتر سایبان واره آویزان کرد، فریاد چیخ زدن که بالکل ما قبول کردیم. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، گفتیم برشان که جهاد بکنه به پیروی پیغمبرتان، داخل در بیت المقدس شوی. لیکن وقتی که الله غلبه را نصیبتان کرد، همینطوره خودستا نشوی که سینه را بزنه که من قهرمان هستم، من طوفان هستم، من کدام هستم. نه، بسیار با عاجزی. الله نصرتتان نکرده. مسلم مجاهدین افغانستان کی نصرت کرد ما را؟ بی سر و پا مردم بودیم، نه جبهه، نه سلا، نه تنظیم، نه کدام چی. الله متعال ما را سر یک ابرقدرت بزرگ کامیابی را نصیب ما کرد. ما بعد آلی خود ستا نمیشودیم. الله متعال وارم دعوت داده بود. در میدان تی 40 سال باقی ماند. ریش سفیدش کل وفات کرد. چرا؟ موسی علیه السلام کرد چی دعوت میداد که بخیز جهاد کنیم. و امو ظلم و جبر فرعون در ذهنشان بود که هر قدر یارو تحریک میکرد نمیشود. امو ترس فرعون در ذهنشان بود. الله متعال در اونجا یار ساکن ساخت. کلانا ریش سفیدایی که زور و جبر و ظلم فرعون دیده بود کلش وفات کرد. نسل جدید در دشت و بیابان آزاد چه پرورش یافت. وقتی که در اون زمان موسی و هارون علیه السلام رفته بود، یوشع علیه السلام بود، این که دعوت جهاد داد آماده شدن رفتن. خب لیکن الله فرمان داده بود که در این قریه داخل میشه، دیگه فکرتان باشه که در دروازه به عاجزی به سجده کنان 2 رکعت نماز بخوانی داخل شه، یا پس اکویی داخل شدن. برش گفته بود شما بگوید دعایتان حتتون، سوال ما طلب مغفرت است، یا گفتن حبتون فی شعیرتون، یا حتتون حنتتون جور کردن. الله میفرماید و قلنا لهم ادخلوا الباب، ما گفته بودیم که داخل شوید از دروازه زمانی که در جهاد غالب می سجدن، در حالی که تواضع کننده باشه، یا وجد 2 رکعت نماز شکرانه بخوانی، یا سجدن سجده کنان سرایتان پایین باشه. و قلنا لهم، ما شما را گفته بودیم لا تعدوا فی السبت، تجاوز در روز شنبه نکنه به شکاری وایی. و اخذنا منهم، گرفته بودیم از یا میثاقا غلیظا، وعده محکم. لیکن این مردم ها این هدایت الله را یکیش هم به جای خود عملی نکرد. حتما تغییرات و تحریفات ازش آورد، ایله ها جور کرد برای شکارای خود، چیزی نبود که ها نکردن. فبما نقضهم میثاقهم، پس به سبب میده کردن از یا وعده های محکمه که امرای الله متعال کرده، یعنی کدام حرکات ناشایسته را یا انجام دادن یا مورد چیست لعنت الله و غضب الله قرار گرفتن. و کفرهم بیاات الله، چند معامله را اینجا کرده، 4 چیز اینجا بیان میکنه الله. پس به سبب میده کردن وعده محکمشان معامله، و کفرهم بیاات الله، به کفر ورزیدن از یا بیاتای الله، توحید الله را نادیده گرفتن، گوساله پرستی را شروع کرد. و قتلهم الانبیاء، به سبب قتل کردن از یا پیغمبران علیهم السلام بغیر حق، که به نزد خودشان هم ناحق بود. و قولهم، به سبب گفتاری از یا قلوبنا غلف، برشان گفته میشد بیاید قرآن بشینه بشنوید در کتاب الله، میگفتن نه دلای ما در پرده است، این گپا از هیچ تاثیر نداره. امیال ریشتفیدای ما میگه یا نمیگه؟ میگن نه 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 ما هیچ گپای شما را نمیشنیم، اما دینی که پدرای ما گذاشته میمانیم. یک معنی است. دوم، و قولهم، گفتاری از یا قلوبنا غلف، دلای ما ظرفای پر از علم است، ما به گپای شما هیچ نوع ضرورت نداریم. خدا مستغنی اعلان کرد. مذهبی مخالف میگه در ذهن ما گنجایش نداره، ایگه پای نوکید نمیگی. مرا به صدها نفر میتور گفته، میگه مولوی صاحب قدری تا دارین خو فکری تا بگیری که گپی تا قبول نداره، بس از تو باشه، امو خوب از تو باشه، بس ما امو دینی که مانده اون امور ما قبول داریم، بسی ماست. خب الله میگه نه، پر این قلبا پر از علم کجاست؟ بل طبع الله علیها، بلکه مهر نهاده الله بالای قلبا. چرا مهر نهاده؟ الله ظالم است؟ نعوذ بالله. نه، بکفرهم، به سبب انکاری از یا مسلسل، هرگاه دعوت برشان داده شده یا نپذیرفته اسبابی که الله برای هدایت داده بود یا غلط استعمال کرد، که استعمال کرد نتیجه مرتب میشه. پلته را که بزنی، زدن پلته در اختیار توست، اما لمبه کردن پلته در اختیار تو است نیست. یا اینمی اسباب خدا، اینمی رقم غلط استعمال کردن، نتیجه مرتب شد که تبع قلب بود. دیگه قلبا مور و لاک شد، مور و لاک. تبع میره میگه
فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نمیارن مگر خیلی کم. دو معنا داره در بینشان، مگر خیلی کم مردم است که ایمان بیاره، الا ماشاءالله، همونی که الله برش توفیق داده. از همون خاطر در بین یهود بسیار کم ایمان آورده. دوم معنا فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نمیاره مگر ایمانا قلیلا، کمک ایمان. کمک ایمان کدام است؟ موسی علیه السلام قبول داره، عیسی علیه السلام قبول نداره. و بکفرهم، پس سبب کفری از یا گرفتاری لعنت، گرفتار شدن از یا به لعنت به سبب عادی نیست، بلکه کارهای خیلی بزرگی معصیت انجام داده. پس به سبب این کاری از یا مسلسل و قولهم گفتاری از یا علی مریم، بالای مریم بی بی بهتانن، به بهتان تهمت لگاندن، عظیما بزرگه. چی گفتن؟ میگه عیسی علیه السلام ولد و زناست. مریم زنی پاک دامنی محسنه که الله توصیفش میکنه، عابده را ایرا گفتن کی زنا کردن، اعوذ بالله. و قولهم به سبب گفتاری از یا به طریق افتخار. چی میگفتن به طریق افتخار؟ انا قتلنا المسیح، ما قتل کردیم مسیح عیسی ابن مریم، عیسی بچه مریم، رسول الله، پیغمبر الله را. این سخن از جا از روی دشمنی بود که با امر عیسی علیه السلام داشتن، افتخار میکردن که ما عیسی علیه السلام قتل کردیم. واقعا خاموتور است یک پشتی سلام میاد. الله میفرماید و ما قتلوه، قتل نکرده عیسی علیه السلام، و ما صلبوه، در دار آویزان نکرده، ولکن شبه لهم، لیکن اشتباه شده برای امی یهود. چرا؟ به خاطر که یک نفر در اتاق داخل شده از خودشان بود. الله رنگ و امو چهره عیسی علیه السلام از سری رفیق خودشان انداخت. وقتی یا خودشان داخل شد یک نفر قتل کردند. امی وار دوار تال ندادند، در سری دار بالا کردند. پس آن ایران ماندند که اینجا خو یک عیسی بود، یک نفری ما. اگر عیسی باشه نفری ما کجا شد؟ اگر نفری ما باشه خیر عیسی کجا شد؟ در اشتباه باقی ماندن. الله متعال میگه بلکه عیسی علیه السلام الله چی کردن؟ بالا کرد در آسمان، پشتی سر نمیگه. و ان الذين اختلفوا فيه، یقینا کسانی که اختلاف داره فيه در مورد عیسی علیه السلام، لفی شک منه، یقینا در شک و تردد هستند، منه از قتل کردن عیسی علیه السلام تردد دارن که چی شد. ما لهم به من علم، نیست برای از جا کدام سند و دلیل، الا اتباع ظن، مگر تابعداری گمان. و ما قتلوه، یقینا قتل نکرد عیسی علیه السلام به یقین، بل رفعه الله الیه، بلکه بالا کرد عیسی علیه السلام الله به سوی خود، زنده الله بالا کرد. و کان الله عزیزا حکیما، هست الله عزیزا زبردست، هر اراده را که الله بکنه کسی مانع شده نمیتونه. از خاطر عیسی علیه السلام الله بالا کرد. حکیما، حکمت والاست که هر کار بنابر حکمت. چه حکمت است که عیسی علیه السلام بالا کرد در آسمان؟ الله خوب میدانه، حکیم است. نظریه یهودی است که عیسی علیه السلام یا به قصد قتل کردن که ولد زناست، یا این نظر داشتن مریم نعوذ بالله زانیه میگفتن. از دو خاطر الله متعال نجات داد عیسی علیه السلام. و یا میگه به عقیده از یا که چی شده؟ اعدام شده و خلاص شده. بس نصارا میگه که یهود یار عیسی علیه السلام اعدام کرده، لیکن پسان باز زنده شده در آسمان بالا شده. اما مسلمان ها عقیده اسلام است که عیسی علیه السلام از سر اعدام نشده، بلکه همونطور زنده در آسمان ها بالا شده. نصارا که کدام صلیب دانه علامه جمع چوب میمانه، میگه این چوبی است که عیسی علیه السلام سرش چی شده؟ اعدام شده. توته را که در گردن میندازه این نکتایی، این علامه همون توته است که عیسی علیه السلام بسته شده در سر او چوب. از او خاطر قدر احترامانه در گردن خود میکنه مثل رسمان حیوانات واره دیگه. این از او خاطر است. امروز با واسطه که بعضی علما فتوا زیر میده مثل دکتر صاحب ذاکر نایک دیگه، او با واسطه که خب معلومات کافی داره در این فتوای خود خطا شده. یک شخص خامخا خطا میشه، ما دنبال شخص نمیریم، دنبال دلیل میریم. این در موسوعی لندن، کتاب موسوعی لندن که کلی لغت‌ها را جمع کرده، در اونجا امی مسئله را نکتایی را از جمله عنعنات نصارا شمار کرده که نصارا ای را تعظیم میکرده. معلوم شد که وقتی نصارا ای را تعظیم میکرد از جمله شعار نصارا شمار میشه. ولی با تاسف امروز شعار نصارا و شعار غربی آنقدر تاثیر کرده که در ممالک اسلامی هم کلان مردم ایرا آلیان کلی مامورای خیلی پیاده ها ایجا نکتایی که در رویسته. الله رحم بکنه. خب الله متعال میگه ایرا قتل نکردن. دشمنی یهود الله بیان میکنه که با امرای پیغمبر چی دشمنی داشتن.
انسان باید شکر الله را بکشه. وقتی که چیزی کمی و کاستی در دین در دعوت آمده باشه، دعوتگری حق دیگه میاد، انسان او را تعظیم میکنه، احترام میکنه. لیکن یهود عناد و ضد داشتن، تعصب داشتن، عیسی علیه السلام دعوتش نپذیرفتن، خود کلان تراشیدن. کسی که تکبر میکنه خود کلان میتراشه، از هدایت الله محروم است. یهود می رقم بودن، متکبر بودن، میگفتن ما هستیم دیگه کسا نیست. اگر یا دعوت عیسی علیه السلام میپذیرفتن، بعد از او دعوت کی را؟ پیغمبر آخری رسول الله صلی الله علیه وسلم. امروز کدام افتخارات نبود که نصیب از جا میشد. در این مدینه که یا سکونت گزیدن، برای اینمین نیت و مقصد آمده بودن که ما امرای پیغمبر آخر زمان یک جا میشیم، عزت و افتخاری که برای پیغمبر و امتش موجود است او به ما نصیب میشه. اما اینجا که دکانداریشان قطع اوس و خزرج شروع شد، پیر و پیروازیشان بود، اسلام پیغمبر که هجرت کرد نپذیرفتن. چرا؟ دکانداریشان خراب میشد. یعنی کوچکشی از جا از فلسطین در مدینه به می خاطر بود، به می مقصد بود آمده بودن. لیکن دنیا پرستی یا روادار ساخت که حقیقت دین پیغمبر را نپذیره و حتی دشمنی با انبیاء علیهم السلام هم بکنه. یا همینطور بود. امروز اگر برای ما یک مسئله نو جدید مستند به دلیل قرآن حدیث میاد، ما باید شکر الله را بکشیم، عزت و احترام دعوت کننده را بدانیم که واقعا ما را از همه چیز نجات دادی مردم. لیکن کسایی که متعصب است یا خود نعوذ بالله متکبر است، خود فقط کالان میتراشه، او مردم هدایت نصیبش نمیشه، واظب میکنه، نمیپذیره. صفت یهودیت در وا وجود داره. چرا؟ به خاطری که وا پیغمبر را نپذیرفت تا که اعدام کرد. حالی اگر اعدام نمیکنه فتوا اعدامش میده، نمیده فتوا اعدام میده، میگه نمانشه، از مسجد بکشه، از مسجد الله میکشن. یا الله، یا این قدر از الله نمیترسن نه که در روز قیامت الله برشان بگوید. پیغمبر علیه السلام اسامه را میگفت که یک نفر فقط اموتور قتل کرده بود که او سلام انداخته بود یا اظهار اسلام خود کرده بود، لیکن یا گمان کرده بودن صحابه که به خاطر نجات خود این کلمه را یا سلام گفته. پیغمبر بار بار میگفت که در روز قیامت این کلمه یا در پیشت بیا چی میکنی؟ و صحابی گفت که من آرمان کردم که کاش که از این پیش ما پیدا نمی بودم، بعد از این پیدا می شدم که واقعا از دستم سر نمیزد. همین مسلمان ها ظاهر امر همین بچه خو روی یک طرف قبله کرده، با امرای تو نماز میخوانه. در روز قیامت الله چی جواب میده که تو از مسجد الله میکشی؟ با کدام جرم؟ باور به الله بکنه که الله بسیار حلیم ذات است، بسیار بردبار است، وگرنه باید سنگ بباره. چی بباره؟ از مسجد الله. مسجد الله کدام خانه است که هیچ کس حق نداره کسی را چی بکنه؟ بد بگوید، تعرض بکنه، بکش از مسجد. هیچ کس حق نداری، وقت عامه است. او تو به خاطر عملی کردن سنت رسول الله او را از مسجد میکشی. تو چه رقم مسلمان هستی؟ به الله در روز قیامت چطور جواب میدی؟ و این من اهل الكتاب الا لا یؤمنن به. یقینا بعضی از اهل کتاب، اما اهل کتابی که زنده باقی در زمان پایین شدن عیسی علیه السلام زنده می باشند، این شامل یهود و نصارا است. الا نیست از اهل کتاب، و این من اهل الكتاب نیست از اهل کتاب الا مگر لا یؤمنن به، خامخا ایمان میاره بهی به عیسی علیه السلام قبل موتی، پیش از مرگ امی اهل کتاب. هیچ ضمیر راجع به اهل کتاب است. هر اهل کتاب یهود است اگر نصارا است، خامخا در وقتی که زنده هستند، در وقت پایین شدن عیسی علیه السلام از آسمان ایمان برش میاره، پیش از مرگ خود خامخا ایمان میاره. دو توجیه است. یک توجیه که اینجا موتیهی هیچ ضمیر راجع به اهل کتاب شود. هر اهل کتاب زمانی که مرگش نزدیک میشه، پیش از مرگ بالا عیسی علیه السلام ایمان میاره، حقیقت امر برش واضح میشه. اگر چه تعالی را میگفتن که عیسی علیه السلام ولد زناست نعوذ بالله، او را دار کشیدیم، لیکن پیش از مرگ خود حقیقت برشان روشن میشه. مثل که مسلمانم زمانی که در حالت جان کندن میرسه، در مو موقع اگر فکرتان باشه همی کسی که در جان کندن است عجیب گپاره میزنه، وی 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 میکنه، آتش میبینه، چغ میزنه، فریاد میکنه. اونو موقع غرغره است که نه ایمان فایده داره و نه توبه، هیچ کدامش فایده نداره. فرعون هم در مو موقع وقتی آخرت عذابش دید بگه ایمان ظاهر کرد، لیکن ایمان فایده داشت. الان و قد عصیت من قبل. عالی.
الله متعال میگه اهل کتاب وقتی که در جان کندن نزدیک میشه حقیقت حال برش برملا میشه و هر کدامشان تصدیق میکنه به عیسی علیه السلام. لیکن این تصدیق فایده، چرا که حالت یأس است. حالت چی است؟ حالت یأس است. در حالت یأس توبه، ایمان، عمل هیچ کدامش فایده نداره. چرا؟ اینجا حقیقت آخرت برات واضح میشه. کدام ایمان معتبر است؟ ایمان بالغیب. وقتی که هر چیز مشاهده کنی باز قابل اعتبار نیست. یک توجیه است. دوم توجیه، و این من اهل الكتاب نیست از اهل کتاب الا مگر لیؤمنن به، خامخا ایمان میاره به عیسی علیه السلام، به نبوتش، به ایمان صحیح، قبل موتی، پیش از مرگ عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام نبرده باشه ایمان میاره دیگه. اینجا مراد از اما اهل کتابی است که زمانی که عیسی علیه السلام پایین میشه از آسمان و در این زمین حکومت میکنه، اون اونجا باز کل اهل کتاب یک نفرم کافر باقی نمیمانه. حدیث ابی هریره رضی الله عنه ای را تایید میکنه. از پیغمبر علیه السلام میفرما چی؟ لینزلن ابن مریم حکما، پایین میشه ابن مریم یعنی عیسی علیه السلام فیصله کن. چی فیصله ها میکنه؟ فلا یقتلن الدجال، برای قتل کردن دجال پایین میشه. دجالی که مردم دعوت داده به سوی الوهیت خود، نعوذ بالله، که خدا الله معرفی کرده و عجیب چیزا عجایبات از دستشان صادر شده. برای قتل ازی کی پایین میشه؟ عیسی علیه السلام. ولا یقتلن الخنزیر، خنزیر قتل میکنه. ولا یکسرن الصلیب، صلیب میده میکنه. این نشانه ها مکمل از بین میره. و تکون السجدة واحدتا، سجده یک سجده می باشه. لله رب العالمین، به مخلوقات سجده نمیشه. پایین شدن عیسی علیه السلام سبب وحدت امت میشه. مذهب بازی کلش او میبره، پیر بازی مکمل ختم میشه. کلگی فقط موحد واقعی برای یک الله میشه. این زمان عدالت است. 7 سال عیسی علیه السلام حکومت میکنه که یک در بین 2 نفرم در حدیث میه که کینه و بغض دیده نمیشه. همینطور یک بعد از الله متعال یک باد پیدا میکنه از طرف شام. این باد و شمال یک مؤمن هم نمیمانه، ولو که میگه در بین کو داخل شده یک مؤمن در بین کو همی باد برش میرسه. مؤمن ها مکمل ختم میشه. مکمل قیامت که قائم میشه سری کی؟ سری اشرار مردم شریر بدبخت که باقی مانده، قیامت سری از او قائم میشه. یک مؤمن باقی نمیمانه. در حدیث میتور میاد. ابی هریره رضی الله عنه وقتی حدیث بیان کرد، بعد از گفت اقرأوا ان شئتم، بخوانی اگر خوش داری اینه. و این من اهل الكتاب نیست از اهل کتاب الا مگر لیؤمنن به، ایمان میاره بالای عیسی علیه السلام، قبل موته، پیش از مرگ عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام پایین میشه، کل مردم یک مسلمان جور میشه. خود تعصب بعضی مردم وادار به این کرده. در یک مجمعه بزرگ علما یک ملاصب، یک ملانما گفته او مردم، مذهب حنفی اینطور مذهب عادی نیست. عیسی علیه السلام هم که پایین میشه در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است. تعصب انسان در کجا میکشانه؟ میگه یکی را پرزان کرده بود که شما می مذهب میگه می پیغمبر در مذهب کی بود؟ وی میگه تالی نمیفهمی. خب پیغمبر هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله بود. در مذهب کی باشه دیگه؟ وی عجیب است. الله رحم بکنه. تعصب و زدبازی و عناد انسان از جاده حق چی میکنه؟ میکشه، نمیگذاره انسان که در راه مستقیم روان شوی. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، در روز قیامت عیسی علیه السلام میباشه بالای همین اهل کتاب شهید و شاهد. دعوت حق برش رسانده، لیکن اهل کتاب در مقابل عیسی علیه السلام هر دو طایفه ظلم کرده. هم یهود هم نصارا. یهود خو تنقیص کرد، تفرید کرد در حق عیسی علیه السلام، ولد زنا برش گفت، اقدام قتلش کرد، اون به زعم خودشون در دار بالا کرد. لیکن نصارا افراد کردند. نصارا یا عینی الله یا بچه الله یا سیوم الله پشت سر نبیان میکنه. فبظلم من الذين هادوا، پس به سبب ظلمی که از جانب او کسانی بود هادو که یهود خدا میگه اینا جرم های بزرگ یا کرده بودن. حرمنا علیهم، منع کرده بودیم بالایشان طیبات، چیزای حلال و نفهمند او چیزای را احلت لهم که پیش از حلال شده بود برشان. بعضی چیزا را که سری یهود حرام کرده بود الله به طریق عقوبت بود، حرمت به طریق عقوبت بود، به خاطر عذاب برشان داده شود. چرا؟ ناشکری کردن. کسی که نعمت الله را ناشکری میکنه الله سرش منع کرده.
و بصدهم به سبب منع کردن از یا عن سبیل الله از راه الله کثیرا بسیاری مردم بسیار منافق هستند. قرآن کریم حالات از یا را بیان میکنه، واضح میسازه که یا کارشان چیست. مردم منع میکنه از راه الله کثیرا زیاد. چه رقم منع میکنه؟ ایراد شبهات میکنه، شبه ها می اندازه. شبه را میفهمی؟ نریده ای ترجمه قرآن کریم که وابسته شبه است، شک کم اندازه در بین مردم. روس دشمن بود یا نبود، لیکن بنگی بر الله تانگه را داخل کردم افغانستان، گفت ما قطعتان جنگ داره، کمونست هستیم، کر غوری کالی غوری دوڑی غوری. خلاص مردم هم فهمید که اینمی بدبخت هست در کو برآمد، کلگی برآمد، هم مولا هم غیری مولا کلگی فهمیده بود دشمن بود. سرسختترین دشمن منافق صفت هست. او منافق صفت ها دنیای غرب است. دنیای غرب میفهمید این ناتویتان عین نمی صفت داره. به نام کمک چی آمده؟ همکاری. لیکن ریشه اسلام چی میکنه؟ بگه بریده را ایستن، قطع کرده را ایستن. یا مردم منع میکنه از راه الله متعال. یهود همینطور نقشه های غلط داره. و اخذهم الربا، اعمال ناشایسته و بعد از یا یکی دو نیست، سلسله روان است. و اخذهم الربا، به خاطر گرفتن از یا سوده. و قد نهوا عنه، در حالی که و منع کرده شده بودن عنه از گرفتن سود. و اکلهم اموال الناس، و به خاطر خوردن از یا مال مردم بالباطل، به طریق باطل. ما سرش لعنت خودم کرده بودیم، چیزا هم حرام کرده بودیم. و اعتدنا للکافرین منهم، ما تیار کردیم برای کفار از جمیع اهل کتاب، کسایی که کافر است و که مسلمان شده خو عزت افتخار کمایی کرده، عذابا علیما، عذاب دردناک. این اعمال زشت و ناپسندیده یهود بود که الله متعال یارا مورد لعنت و غضب خدا قرار داد و بعضی چیزای حلال که نفهمن بودم سرشان به طریق عقوبت و عذاب حرام کرده بود. یهود چی داشتن؟ کفر کردن، نسبتای تهمت و زنا را به مریم چی کسی پاک دامن، خدا کلان تراشیدن، خدا عالمای بزرگ معرفی کردن. در روزایی که الله منع کرده بود که ای را تعظیم کنی، او را ایله جور کردن. افتخارات نکنی در وقت جهاد، بلکه از الله دعا طلب کنی، او را چی کردن؟ تعهدات میده کردن. امی اعمال زشتی از یا که قدم به قدم بر ما بیان میشه. چرا بیان میشه؟ عمر رضی الله وقتی که در سوره بقره شروع شد و صحابه گفت خبر داره که مردم قبلا تیر شده، آلی ما را الله میگه که اگر این اعمال در ما پیدا شد، به مو سرنوشتی که اهل کتاب مبتلا شده بود، ما چی میشیم؟ امروز ببینه راستتانه بگه، بعضی مردم در ترجمه قرآن میآید میگه ما خودی ما علم داریم بسی ماست، همونطور میگه نمیگه؟ قلوبنا غلف، میگه نمیگه؟ وعده های الله را محکم وعده را میده کده یا نکده میده؟ الله از علما وعده گرفته که حقیقت نپوشانه، کل دین برملا به مردم بسازانه. لیکن یا برملا کردن، از امامت باز کشیده میشن. از خاطر نورمال قطعی مردم پیش میره. اگر مردم میگه 8 بجه نماز میخونه، خوجی اعلان میکنه. ملک صاحب برش میگه که 8 بجه اعلان کنه، نمیگه که 8 بجه وقت داخل نیست. تو ملک صاحب برو، اگر میکنی اگر نمیکنی. شما اگر 8 بجه میخونی خیر، من نمیام. در پاکستان یک جای من امام بودم، الحمدلله از امو فضل الله سبحانه و تعالی تابعداری مخلوق الله را در مورد فرمان الله نکردم. من آمده یک مؤذن فرد خود وقی میگرفت، همینطور ملک صفت بود، تیمه بدل کرد. ما گفتم بدل کردی؟ ما گفتم صبح خودت نماز بده. 15 دقیقه پیش کرده بود خفتنه. صبا کی شد ما در اجره نشستم، مردم آمد دروازه است که جی تیم بدل شد. ما کی بدل کرد؟ تا که تیم پوره نشد نرفتم. نماز کی خواندم، گفتم تو کیستی که تیم بدل میکنی؟ مردم پاکستان ولی خب مردم است واقعا. تسلیم شد، گفت جی ما بد کردی. بس همین قدر. ما گفتم دیگه این طوری اختیارات و مداخله را در مسائل امام نکن. ایره نه قطعی تانه‌دار، تانه در پالی مسجدی ما بوده چوتا لاهور، تانه‌دار برای ما گفته که چی رقم تیم است که تو چی میکنی؟ ما گفتم تانه‌دار صاحب تو در تانه وظیفه داری، ما در تانه مداخله نمیکنم، این کاری ماست. خیلی قار شدم، نقشه را که کشیدم روی ایستادم، عسکرایشان موجود بود. شما باور به الله بکنی، یکی یک کمی چشما را کتکت، از اون طرف یک بچه خیز گفت تانه‌دار صاحب لس مروی بده
سر تا تراق نمو باسم که استاد جی تده کاگه کتلی اینی تر میلرزی تا ندار. یک نفر جوان خیست عجیب پاکستان است. موقع حالی مولای ما مالک صاحب برش میگه 8 بجه نماز بخونه. خب بسیار خوب است. بدل کن مؤذن سے اعلان کن. نمیگه که وقت داخل است یا نه. این دین امامت برای توست یا برای ملک است. شما باور به الله بکنی که میگه قاری مولا همینطور سبک نامه میگیره. بعد الله کم که میره چی میگه؟ خلیفه صاحب. خلیفه را خطش چی میکنه؟ کلمه صاحب یک جای میکنه. خب مولا رانی حقیرترین شخص در افغانستان کیست؟ مولاست. صدا میکنه چی میگه؟ چرا مسجد جوری نیست؟ ولی مولا برای مسجد جوری کردن است.